شام 10 سپتامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از باغ مرکزی فرهنگی فراغتی شهر کولاب به نام میر سعید علی حمدانی بازدید به عمل آوردند. در درآمدگاه باغ مرکزی فرهنگی فراغتی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان را جوانان سعادتمند تاجیک با صمیمیت خاصه و صداقت بی‌پایان از سرور دولت استقبال گرفتند. مورد به یادآوری است که باغ مرکزی فرهنگی فراغتی شهر کولاب به نام میر سعید علی حمدانی بعد از نوسازی سیمای کاملا دیگر گرفته به مرکز بزرگ استراحت و فراغت کل ساکنان و مهمانان شهر کولاب تبدیل یافته است. استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان این بازگوی سعادتمندی و خوشبختی ملت بوده. مردم شرفمند این کشور بیشتاسا توانستند که دوام 28 سالی صاحب استقلالیشان مرحله به مرحله به زندگی خوب و شایسته نائل گردند. علاوه بر این عملی شدید هدف‌های استراتژی رهبریت عالی کشور، تشکیل انجمن و همایش‌های سطحی بین المللی در عموم معرفی نمودن چنین یک ملت کهن بنیاد صاحب فرهنگ و صاحب تمدن در بین دیگر ملت و خلقیت‌ها، این هم یعنی نشانه از صاحب استقلالی مملکت است. امروز تاجیکستان را در عرصه بین المللی همچون یک دولت امن و ثبات، صلح و صلح‌پرور و تشبثکار در حل مسائل گلوبالی می‌شناسند و دستگیری و اعتراف می‌نمایند. شکرانه صاحب استقلالی کشور که امروز با اشتراک به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در مرکز شهر کولاب باغ فرهنگی فراغتی به نام میر سعید علی حمدانی به استفاده داده شد که در داخل این باغ زیبا یعنی راهروها، گلگشت‌ها، فواره‌ها، چراغک‌ها نصب شدند که این باز هم به خاطر فراغتی یعنی سیر و سیاحت ساکنان و مهمانان شهر کولاب به استفاده داده شد. مساحت عمومی باغ 9 هکتار زمین را تشکیل می‌دهد. در حدود باغ مذکور دو میدانچه ورزشی زمانوی که برای بازی‌های فوتبال، والیبال، بسکتبال و تنیس پیش‌بینی گردیده است ساخته شده. میدانچه بازی برای کودکان و نورسان، میدانچه تنیسی روی میز، مرکز جوانان، قهوه‌خانه، آمفی‌تئاتر، بینای شاهمات‌بازی و 8 عدد نقطه خرید و فروش ارمغان قامت افراخته است. لایحه باغ را جمعیتی دارای مسئولیت محدود ورتیکال بر عهده داشت و آن از طرف کارخانه واحد دولتی آلومینی تاجیک پوررا نوسازی کرده شده است. در کارهای ساختمانی متخصصان وطنی به کار جلب شده مسئله خوشصفت ساختمانی استفاده گردیده است. بیش از 4 هکتار زمین حدود باغ سبززار بوده. برای خرمگردانی 240 بیخ درختان نادر آرایشی همیشه سبز که همه آنها از خارج مملکت آورده شده‌اند و صدها نمود گل و بوته‌های زیبای موسمی شنودیده شده است. شبانه برای روشننمایی باغ 100 عدد چراغ با ستونپایه 6 متره، 82 عدد 10 متره و 2 عدد 15 متره نصب گردیده است. باغ دو درآمدگاه از قسم غربی و شرقی داشته، آنها با صنعت معماری ملی آرا یافته‌اند. بلندی درآمدگاه قسم غربی باغ 2.5 و پهنای آن 40 متر را تشکیل می‌دهد. بلندی درآمدگاه قسم شرقی آن باشد 4.5 و پهنایش 15 متر است. راهروهای حدود باغ در مساحت 12000 متر مربع سفالک پوش کرده شده است. برای استراحت و فراغت کودکان و نورسان 15 نمود اتراکسیون ها نصب گردیده حدود باغ را 18 عدد فواره خرد و بزرگ زیب و زینت بخشیده و این مرکز حسن دیگر ضم می‌کند. با بنیاد گردیدن باغ مرکزی فرهنگی فراغتی شهر کولاب به نام میر سعید علی حمدانی برای ساکنان و مهمانان شهر امکانیت مساعد استراحت و فراغت مهیا گردیده. از فراهم شدن چنین امکانیت ساکنان شرفمند این گوشه دیار روح بلند می‌باشند.